10 سریال جدید و فوق‌العاده که حتما باید توی سال 2025 ببینید. اگر اهل دنیای سریال و داستان‌های ناب هستید، امسال قراره با یه لیست پروپیمون و درست و حسابی سرگرم بشید. از خوناشاما گرفته تا آخرالزمان، از سیاست‌های درباری تا درام‌های شخصی. همه اینها در این لیست جمع شدن. این شما و این 10 سریال منتخب 2025 که باید ببینید. به ترتیب امتیاز متاکریتیک. شماره 10 سریال دیردویل بورن اگین. مت مورداک برگشته، اما این بار قوی‌تر، دارکتر و مصمم‌تر. چارلی کاکس و وینستنت دونافریو در تقابل دوباره‌شون نفسگیر ظاهر شدند. این فصل هدیه بزرگی برای طرفدارای دنیای مارول. سریال به خاطر داستانسرایی پیچیده و بازی‌های قوی مورد تحسین قرار گرفته. امتیاز این سریال در متاکریتیک 69 و در راتن تومیتوز 87 و از کاربران IMDb امتیاز 7.8 رو گرفته. نقاط قوت: بازگشت ابرقهرمانی تاریک، ترکیب نوستالژی و نوسازی. شماره 9 سریال بیگ مود. این کمدی بریتانیایی در مورد دوستی 10 ساله مگی و ادیه که با بازگشت اختلال دو قطبی مگی به چالش کشیده میشه. نیکولا کوگلن و لیدیا وست بازیگران این سریال هستند که رابطه‌ای پر از احساس و صراحت رو تصویر می‌کنند. سریالی لطیف، خنده‌دار و گاه دردناک که به خاطر پرداخت واقع‌گرایانه به مسائل سلامت روان مورد توجه قرار گرفته. امتیاز این سریال در متاکریتیک 71 و در راتن تومیتوز 73 و از کاربران IMDb امتیاز 6.9 رو کسب کرده. اما نذارید امتیاز 6.9 این سریال باعث بشه که اون رو از دست بدید. نقاط قوت: نگاه واقع‌گرایانه به اختلالات روانی و دوستی زنانه واقعی. شماره 8 سریال فالاوت. اگر از طرفدارای بازی فالاوت هستید، این اقتباس سریالی دقیقاً همون چیزیه که منتظرش بودید. دنیای آخرالزمانی مملو از خشونت، طنز تلخ و لحظات غافلگیر کننده. این سریال داستان لوسی با بازی الا پرنل رو دنبال میکنه که پس از 200 سال از یک پناهگاه زیرزمینی خارج میشه و با دنیای پس آخرالزمانی مواجه میشه. سریال به خاطر وفاداری به منبع اصلی و جلوه‌های ویژه قوی مورد تحسین قرار گرفته. امتیاز این سریال در متاکریتیک 73 و در راتن تومیتوز 94 و از کاربران IMDb امتیاز 8.3 رو کسب کرده. نقاط قوت: وفاداری به داستان بازی، جلوه‌های ویژه سطح بالا و دنیاسازی غنی. شماره 7 مستر اند میسیز اسمیت. سریال داستانی تازه و پر انرژی از یک فرانچایز قدیمی رو بازگو میکنه. این نسخه داستان دو غریبه تنها رو روایت میکنه که برای یک سازمان جاسوسی مرموز کار میکنند و باید هویت یک زوج متأهل رو حفظ کنند. سریال هم کمدی داره، هم اکشن، هم روابط انسانی پیچیده. ترکیبی دلنشین از ژانرهای محبوب. دونالد گلاور خالق سریالی مثل آتلانتا که میشناسیدش و مایا ارسکین در نقش‌های اصلی اون بازی میکند و سریال به خاطر ترکیب اکشن و کمدی و شیمی بین بازیگرها مورد تحسین قرار گرفته. امتیاز این سریال در متاکریتیک 75 و در راتن تومیتوز 91 و از کاربران IMDb امتیاز 7 رو گرفته. نقاط قوت: اکشن همراه با طنز، زوج جذاب و با شیمی قوی. شماره 6 سریال لودویگ. این سریال بریتانیایی داستان جان لودویگ تیلور، یک طراح پازل رو روایت میکنه که پس از ناپدید شدن برادر دوقلوش هویت او رو میپذیره، یعنی خودش رو به جای اون جا میزنه تا پیداش کنه. دیوید میچل در نقش اصلی بازی میکنه و سریال به خاطر ترکیب طنز و درام و بازی‌های قوی مورد استقبال قرار گرفته. امتیاز این سریال در متاکریتیک 78 و در راتن تومیتوز 97 و از کاربران IMDb امتیاز 8.1 رو گرفته. نقاط قوت: پازل ذهنی، طنز تلخ و ساختار روایی غیر خطی. شماره 5 سریال ریپلی. این سریال که اقتباسی از رمان‌های پاتریشیا هایسمیت، داستان تام ریپلی، یک کلاهبردار باهوش رو روایت میکنه که به دنیای جنایت و فریب کشیده میشه. اندرو اسکات بازیگر محبوب نقش‌های موریارتی در شرلوک و کشیش در فلیبگ بازیگر نقش اوله و سریال به خاطر فضاسازی نوار و بازی‌های قوی مورد تحسین قرار گرفته. این سریال با فیلمبرداری سیاه و سفید فضای سنگین و پرتعلیق داره و بازی اندرو اسکات دقیقاً همون چیزیه که نمیشه ازش چشم برداشت. امتیاز این سریال در متاکریتیک 79 و در راتن تومیتوز 86 و از کاربران IMDb امتیاز 8.1 رو کسب کرده. نقاط قوت: فضای نوار، ضد قهرمان جذاب و بازی درخشان اندرو اسکات. شماره 4 سریال د استودیو.
یک سریال کمدی که به دنیای پشت صحنه هالیوود میپردازه. مت ریمیک با بازی ست روگن به عنوان رئیس جدید یک استودیوی فیلمسازی تلاش میکنه بین خواسته ها و اهداف تجاری و خلاقیت و استقلال هنری تعادل برقرار کنه. این سریال نگاهی بی‌پرده و خنده‌دار به تضاد بین هنر و تجارته. اگر اهل طنزهای تند و طعنه‌آمیز هستید، استودیو برای شما ساخته شده. امتیاز این سریال در متاکریتیک 80 و در راتن تومیتوز 95 و از کاربران IMDb امتیاز 8.1 رو گرفته. نقاط قوت: کمدی تیز و برنده و پشت صحنه جذاب از هالیوود. و اما میرسیم به 3 شماره برتر این لیست. شماره 3 سریال بیبی ریندیر یا بچه گوز. این سریال درام بر اساس داستان واقعی زندگی ریچارد گت ساخته شده و به تجربه‌های او با یک استاکر میپردازه. سریال با ترکیب طنز و درام نگاه عمیق به مسائل روانشناختی و تاثیرات اونها داره. سریالی که ذهن رو درگیر میکنه و تماشاگر رو به دل تاریکی‌های روان انسان میبره. منتقدان از بازی‌های قوی و فیلمنامه تحسین برانگیز اون تمجید کردند. امتیاز این سریال در متاکریتیک 88 و در راتن تومیتوز 99 و از کاربران IMDb هم امتیاز 7.7 رو گرفته. نقاط قوت: ترکیب درام شخصی و روانشناسی و بر اساس داستان واقعی بودن. شماره 2 سریال ولف هال فصل دوم The Mirror and the Light. ادامه‌ای بر سریال تاریخی و موفق ولف هال، این فصل یعنی فصل دوم بر اساس رمان The Mirror and the Light نوشته هیلاری منتل ساخته شده. داستان به زندگی توماس کرامول، مشاور اصلی هنری هشتم میپردازه و چالش‌های سیاسی و شخصی اون رو به تصویر میکشه. مارک رایلنز در نقش کرامول و دمیان لوئیس در نقش هنری هشتم بازی‌های درخشانی دارند. امتیاز این سریال در متاکریتیک 89 و در راتن تومیتوز 99 و از کاربران IMDb امتیاز 8.2 رو گرفته. و اما شماره 1 و رتبه اول لیست، سریال Interview with the Vampire فصل دوم. این سریال اقتباسی از رمان مشهور ان رایس، نویسنده آمریکایی است که داستان زندگی لوی دو پونت دولاک، یک خوناشام در قرن 20 رو روایت میکنه. فصل دوم این درام خوناشامی داستانی پیچیده‌تر، عاطفی‌تر و هیجان انگیزتر رو برامون به تصویر میکشه. رابطه بین لوئیس و لستات حالا دیگه فقط درباره بقا نیست، بلکه درباره عشق، نفرت و هویته. سم رید و جیکوب اندرسون با بازی‌های پخته‌تر برگشتند تا ما رو دوباره غرق این دنیای خونبار و وسوسه‌انگیز کنند. منتقدان این فصل رو به دلیل توسعه شخصیت‌ها و داستان سرایی قوی تحسین کردند. امتیاز این سریال در متاکریتیک 89 و در راتن تومیتوز 98 و از کاربران IMDb امتیاز 7.5 رو گرفته. نقاط قوت: شخصیت پردازی عمیق، فضاسازی‌های تاریک و بازی‌های خارق‌العاده.